مطمئنا همه شما دانش آموزان یا دانشجویان دوست دارین که درساتون رو دقیق و با جزئیات کامل یاد بگیرین و همیشه توی امتحانات بالاترین نمرات رو به دست بیارین. برای اینکه بتونین این موضوع رو به واقعیت تبدیل کنین و جزو دانش آموزان و دانشجویان ممتاز و نمره الف باشین، باید مثل نابغه ها برنامه‌ریزی کنین و با بهترین روش‌ها درس بخونین. شاید پیش خودتون فکر کنین که این افراد خیلی باهوش هستن و کلا با آدم‌های دیگه فرق دارن، اما این طرز فکر اشتباهه. چرا؟ به خاطر اینکه اونا مثل همه آدم‌های دیگه یک فرد معمولی هستن، ولی با این تفاوت که برای آینده و اهدافشون خیلی بیشتر تلاش میکنن. برنامه‌ریزی درسی اصولی دارن و یک روش درس خوندن خاصی رو پیدا کردن که با شرایط و وضعیت تحصیلیشون همخوانی داره. لازمه بدونین داشتن هوش، تمرکز، استعداد، توانایی و تلاش چیز خاصی نیست که فقط تعداد محدودی از افراد داشته باشن. همه آدم‌ها این ویژگی رو دارن. فقط کافیه که فعل خواستن رو صرف کنن و با انتخاب یک روش درست تمام تلاششون رو به کار ببرن که مطالب درسی رو یاد بگیرن و هر روز چندین و چند قدم به اهدافشون نزدیکتر بشن. نابغه‌ها چطوری درس میخونن؟ بررسی موضوع درس. اولین کاری که همه نابغه‌ها قبل از مطالعه معمولاً انجام میدن بررسی موضوع درسه. یعنی یک بار حتما مطالب درسی رو به صورت روزنامه‌وار مطالعه میکنن، حتی گاهی اوقات این کار رو یکی دو مرتبه دیگه هم تکرار میکنن. بررسی اجمالی موضوع درس بهشون کمک میکنه که سرفصل رو بیشتر درک کنن و بدونن که دقیقاً برای مطالعه هر فصل چقدر زمان لازمه. این کار برای خوندن درسایی مثل زیست، تاریخ و شیمی که موضوع محور هستن خیلی مناسبه. خوندن و یادداشت برداری. شیوه انجام این روش به این صورته که اول باید یک پاراگراف از مطلب رو بخونین، در موردش فکر کنین و بعد نکات و عبارات مهم رو یادداشت برداری کنین. نکته خیلی مهمی که در این روش وجود داره اینه که یادداشت برداری از مطالب مهم درسی باید دسته‌بندی مشخصی داشته باشن تا بعداً راحت‌تر بتونین بهشون مراجعه کنین. جمع کردن کوهی از کاغذ که پر از نکته و عبارات کلیدی هستن نه تنها در روند یادگیری و سرعت مرور مطالب درسی هیچ تأثیری نداره، بلکه باعث سردرگمی و گیج شدنتون هم میشه. تعیین زمان استراحت برای تجدید انرژی. یکی از مهمترین نکاتی که هر دانش آموزی در زمان درس خوندن باید رعایت کنه و نسبت به اون بی‌اهمیت نباشه، تعیین زمان استراحت برای بازگشت دوباره انرژی بدنه. اینکه دائما و پشت سر هم درس بخونین و مابین درساتون هیچ استراحتی نداشته باشین، نه تنها مغزتون خسته میشه، بلکه حتی اون درس رو یاد بگیرین بعد از یک مدت کوتاهی دوباره فراموش میکنین. بنابراین خیلی مهمه که بعد از هر 25 دقیقه درس خوندن حتما 10 تا 5 دقیقه استراحت کوتاهی داشته باشین. در این چند دقیقه اصلا به چیز دیگه ای فکر نکنین. این مدت زمانیه که برای استراحت در نظر گرفتین. برای اینه که ذهنتون آروم بگیره و انرژی بدنیتون دوباره به دست بیاد. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودی، پس بدون که انگیزه خیلی زیادی برای بهتر شدن روند یادگیری درستون دارین. اگه از این دست ویدیوها خوشت میاد، حتما کانالمو سابسکرایب داشته باش و لایک این ویدیو فراموش نشه. خدا یار و نگهدارت.